خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبرها درباره تغییرات کادری در مقام‌های رهبری این کشور را تصدیق کرد و گفت پرزیدنت امامعلی رحمان روز 26 ینور در قصر ملت با کادرهای تازه تعیین ملاقات کرده است. با فرمانهای پرزیدنت ضیاءالزاده سلیمان رضایی از وظیفه وزیر کشاورزی آزاد و معاون سروزیر تاجیکستان تعیین کرده او را در رهبری وزارت کشاورزی کریمزاده سعید غفار که تا امروز معاون اول وزیر بود عوض کرده است. به نوبت خود میرزازاده مظفر برهان که تا امروز معاون وزیر کشاورزی بود با قرار حکومت از این وظیفه آزاد و بلافاصله معاون یکم وزیر کشاورزی تعیین شده است. همچنین با فرمانهای پرزیدنت هاشمزاده رانو اجرا کننده وظیفه رئیس شهر گلستان، معین مفسومه اجرا کننده وظیفه رئیس شهر بوستان، محمدزاده قیومجان اجرا کننده وظیفه رئیس شهر استقلال و محمدزاده شهرت رئیس ناحیه اشت تعیین گردیدند. همین طور در موافقه با پرزیدنت میردادا ظریفی و زاهدزاده دوران معاونان رئیس ولایت سوخت و مجید بختیار مدیر کل کارخانه مشترک تلاشویی تاجیکستان و کانادا اپریلیوفکا در شهر گلستان تعیین شدند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت امامعلی رحمان به کادرهای تعیین گردیده دستور سپارش‌های مفید داده رعایت حتمی طلبات قانونگذاری مملکت، بالا گذاشتن منفعت‌های ملی و دولتی از منفعت‌های دیگر، پیشگیری عمل‌های غیر قانونی وابسته به سوء استفاده از منصب دولتی، قابلیت بلند رهبری و تشکیلاتچی، مساعدت بر رشد بیشتر اقتصادی و اجتماعی، تقویت همکاری با بخش خصوصی، جهت وسط تدبیرهای بنیادکاری و آبادانی، ارتباط دائمی با مردم و حل سری وقتی مشکلات مردم را طلب کرده است.